ولا تنازعوا، دشمنی نکنیم، منازعه نکنیم، مخاصمت نکنیم، فتفشلوا، ناکام میشیم، و تذهب ریحکم، قوتتان از بین میرود، که بالفعل ما شما مشاهده میکنیم یک اکثریت بی‌کیفیت. ماشاءالله الحمدلله میگم عدد مسلمان ها امروز از 1,200,000,000 میرسد. 1,200,000,000 بیوزن و بیکیفیت. عدد یهود فکر نکنم که 25 میلیون 20 میلیون باشه. تمام جهان امروز اشغال کرده است و شمول بزرگترین قوت جهان ایالات متحده در قبضه یهود است، در قبضه یک اقلیت شرعی است. ما خوشی میکنیم که 1,700,000,000 یا 800 یا 900 والله اعلم تقریبا 2 میلیارد مسلمان وجود دارد. و رسول اکرم علیه السلام در مورد این اکثریت بیکیفیت چه میفرمایند؟ روزی شود که جهان بر بالای شما بریزند، تداعی الیکم الامم کما تداعی الاکلة الی قصعتها. چه یک تعبیر نازنینی کردن. روزی شود که ملت ها و جهان بر بالای شما حمله ور شوند، مثل که انسان های گرسنه بر بالا به طرف طبق نان حمله میکنند. یعنی شما یک لقمه تیار هستید. سبحان الله. 14 قرن قبل یکی از صحابی پرسید او من قلت یا رسول الله، آیا علت تاخت و تاج دشمنا بالای ما همیسته که ما در اقلیت هستیم؟ میفرمه نه خیر، و انتم کثیر، شما در اکثریت هستیم، زیاد هستیم. عدد از 1,000,000,000 تجاوز میکنه. لكن غثاء كغثاء السیل، مثل کاهی روی آب، نه وزن، نه قیمت، نه شخصیت، نه هویت، نه اقتصاد، نه نظام عسکری، نه تکنولوژی، نه چیزی. در حال تمام منابع طبیعی جهان تقریبا بیشتر از نصف از سرزمین های اسلامی استخراج می شود. غثاء كغثاء السیل. پیغمبر گرامی علیه السلام می فرمایند به ادامه حدیث شریف علت چیست یا رسول الله؟ می فرمایند که الوهن چی معنی یا رسول الله؟ حب الدنیا و کراهیت الموت. عشق ورزیدن به دنیا، به پادشاهی، به عیاشی، به پول، به پیسه، به موقف، و نفرت داشتن و خوف از مرگ. اینجا فرق است ما بین کسی که با یک جهان افتخار از مرگ عزتمندانه استقبال میکند و او کسی که از مرگ میترسد. چقدر عالی تشخیص کردن رسول اکرم علیه السلام. امروز ما و شما میبینیم، با چشم خود مشاهده میکنیم.